کارت پاپ زن سومین کارت از کارت‌های تاروت کبیر، آموزش فال مارال. پاپ زن یا همون پاپ بانو، توی این کارت میبینید که یه دختری ساکت و آروم روی یک ستون سنگی نشسته و داره به روبروش نگاه میکنه. همونطور که میبینید این دختر لباسش کاملا پوشیده است و یه جورایی محجب است که این نماد وفاداری این شخص به ارزش‌های دینی و مذهبیه و بعد مرموزانه هم میتونه که توی خانم ها هست رو نشون بده. همونطور که میبینید این خانم بین دو تا ستون نشسته، دو تا ستون سیاه و سفید و با دو حروفی که به معنای باز و جیکن آغاز و پایان رو نشون میده و این دو تا ستون یه جورایی نماد دوگانگیه، مثل شروع، پایان، منفی، مثبت. و همونطور که میبینید روی سر این خانم یک کلاه کروی شکل هست و پایین پاش هم یک هلال ماه میبینید که نماد یه حالت بعد مرموز و پنهانی رو داره نشون میده. و پشت سر این خانم شما یه پرده رو میبینید که به این ستونها آویزون شده که این خودش نماد این هستش که این شخص اجازه نمیده کسی پا به دنیای درونش بذاره و دنیای پر از رمز و رازش با خبر بشه. و این میوه هایی که شما روی این پرده میبینید که نقاشی شده، این میوه ها نشون دهنده پربار بودن دنیای روحی و معنوی این شخص هست. همونطور که ببینید توی دست راستش دقت بکنید یک برگه رو میبینید که روی این برگه نوشته تورا. این برگه هر زمان که بخواد میتونه این برگه رو بازش کنه و جواب سوالاتش رو بگیره، ولی این کار رو نمیکنه و این نشون دهنده این هستش که زمانی که فرد از یه چیزی خبر داره ولی نمیخواد اون واقعیت رو بپذیره. چرا؟ چون که حقیقت تلخه.